تا حالا بهت طعنه زدن؟ بی دلیل ازت ایراد گرفتن؟ تو چی؟ تو به کسی طعنه زدی؟ عیبی گرفتی که واقعا میدونستی عیب نیست؟ تو روی طرف یا پشت سرش یا اصلا با نگاهت، با دستت، با چشمت، با سرت یا با زبونت طعنه زدی؟ میدونی طعنه با طرف مقابل چی کار میکنه؟ خارش میکنه، حقیرش میکنه، میشکندش، خوردش میکنه، یه جوری خوردش میکنه که دیگه هیچی از طرف باقی نمیده. با بی‌اعتنایی پرتش میکنه یه طرف. برو بابا تو که دل طرف مقابل آتیش میکنه، یه آتیشی که حالاها خاموش نمیشه. حالا چرا یکی طعنه میزنه؟ چرا عیب و ایراد بی خودی میگیره؟ شاید فکر میکنه خودش اون عیبو نداره، چون خودشون عیبو نداره به خودش اجازه میده عیب دیگران رو ببینه و از اون ایراد بگیره. اون خودش رو دارا میکنه. حالا این دارایی یه وقت علمه، یه وقت پوله، قدرت، مقام، منزلت اجتماعی، یه وقت درجه دانشگاهی، بچه، سلامتی، خلاصه هر چیزی که از نظر خودش ارزشمنده به اون تمایل داره و اونو متعلق به خودش میکنه. تصور میکنه اگه مال داشته باشه خوشبخت میشه. اینه که شروع میکنه به جمع کردن مال و هی حساب و کتاب و حساب و کتاب. پشتش به دارایی که داره گرمه و برای همین خودشو از همه بالاتر میدونه. اصلا کسی رو نمیبینه. برای همین شروع میکنه به همز و لمز، به طعنه زدن و ایراد گرفتن. تصور میکنه این شرایط همیشه موندگاره. آخه مرگو فراموش کرده. ویل لکل همزة لمزة.